سلام دوستان، شبتون بخیر. به کانال آرامش شب خوش اومدید. اینجا جاییه که قصه ها ذهن و قلبتون رو آروم میکنن و شما یه خواب راحتی رو تجربه میکنید. امشب میخوام براتون داستان دلنشین و جذاب معمای انگشتر سلطان رو تعریف کنم. لطفاً چشمانتون رو ببندید و بیاید با هم چند دقیقه‌ای از دنیای شلوغ و پرهیاهوی روز فاصله بگیریم و وارد دنیای شیرین و آرام بخش خواب بشیم. در سالهای دور، در روزگاری که هنوز بادبانهای سفید کشتیها روی سینه آبی خلیج مثل قو شنا می‌کردند، سلطانی بود به نام سلطان مراد. سلطان مراد آدم بدی نبود، اما یک دلبستگی وسواسگونه عجیبی داشت. او یک انگشتر داشت با نگین عقیق جگری که دور تا دورش با خط قدیمی نوشته هایی حک شده بود. مردم شهر پچ پچ می کردند که این انگشتر یک انگشتر معمولی نیست. می گفتند اگر سلطان در شب 14 ماه، وقتی که ماه درست وسط آسمون قرار دارد، از روی نگین انگشتر به انعکاس آب نگاه کند، می تواند اتفاقات سال آینده رو ببیند. همین هم شده بود بلای جان سلطان. اونقدر به این انگشتر وابسته بود که حتی موقع حمام کردن هم از دستش در نمی آورد. انگار تمام قدرت و پادشاهیش گره خورده بود به یک تکه سنگ و فلز. در آن روز کذایی هوا از آن هواهای شرجی و گرم جنوب بود. بوی نمک و ماهی تازه در تمام کوچه پس کوچه های بندر پیچیده بود. سلطان مراد که دلش از غصه های دربار گرفته بود، تصمیم گرفت با کشتی مخصوصش که یک لنج بزرگ و مجهز از چوب ساج بود به دل دریا بزند. لنج سلطان با آن بادبانهای ابریشمی و خدمه هایی که لباس های یک دست سفید پوشیده بودند، روی آب جوری می خرامید که انگار پادشاه تمام موج هاست. صدای طبل از ساحل می آمد و مردم برای بدرقه سلطان جمع شده بودند. سلطان لب عرشه کشتی ایستاده بود. باد گرمی می وزید و ریش‌های سلطان را تکان می داد. گرمای آفتاب روی پوست صورتش می نشست. سلطان دستش را روی لبه چوبی کشتی گذاشت. چوب ساج زیر نور آفتاب داغ شده بود و بوی خاص خودش را می‌داد.
بوی جنگل های دوردست که حالا با بوی دریا قاطی شده بود. سلطان مراد غرق تماشای رقص دلفین هایی بود که کنار کشتی بالا و پایین می پریدند. به یک باره یک مرغ دریایی بزرگ با بالهای سفید و نوک زرد از بالای سر سلطان رد شد و جیغ بلندی کشید. سلطان یک لحظه ترسید و دستش را تکان داد تا مرغ دریایی را دور کند. در همین گیر و دار انگار که زمین و زمان دست به دست هم داده باشند، انگشتر سنگین سلطان که انگار در هوای شرجی کمی در انگشتش لیز شده بود از دستش در رفت. ثانیه ها انگار طولانی شدند. سلطان با چشمهای گرد شده مسیر حرکت انگشتر رو دنبال کرد. انگشتر عقیق زیر نور آفتاب ظهر یه برقی زد، چند بار در هوا چرخید و با یک صدای خیلی کوچک افتاد درست وسط موجهایی که کشتی از هم می شکافت. سلطان مراد انگار که قلبش رو از سینه‌اش کنده باشن و انداخته باشن در آب خشکش زد. دستش همانطور در هوا ماند. خدمه ها که متوجه ماجرا شده بودند از حرکت ایستادند. سکوت سنگینی روی کشتی حاکم شد که فقط صدای سیلی زدن موجها به بدنه لنج آن را می شکست. سلطان لب کشتی خم شد. آب دریا در آنجا خیلی عمیق بود. یک آب تند و تیره که گویی می‌خواست همه چیز را ببلعد. سلطان با صدایی که به زور شنیده می‌شد نالید و گفت: انگشترم، انگشتر بختم. و یهو از کوره در رفت و داد زد: کشتی رو نگه دارید، خدمه ها، غواص ها، همتون بپرید توی آب. هر کی که اون انگشتر رو برام بیاره 10 تا کیسه اشرفی طلا بهش میدم. عجله کنید. دریا توی اون نقطه بیرحم بود. غواص های مروارید که همراه سلطان بودند یکی یکی پریدند درون آب. اونها نفسشون رو توی سینه حبس می کردن و تا جایی که می تونستن پایین می رفتن. اما دریا اون روز انگار لج کرده بود. جریان آب زیر دریا خیلی تند بود. غواص ها وقتی بالا می اومدن صورتشون کبود شده بود و نفس نفس می زدن. ناخدا سلیم پیرمرد دریا دیده‌ای که پوستش مثل چرم کهنه چروکیده بود
به سلطان گفت: خان، قربانت بگردم، آب خیلی کدره، انگار طوفان زیر دریایی راه افتاده، هیچی دیده نمیشه. اون پایین جنگل جلبکه، حتما انگشتر بین اونا گم شده. سلطان مراد مثل آدمهای مار گزیده دور خودش میچرخید. حس میکرد با گم شدن آن انگشتر تمام ابهتش از بین رفته. فکر میکرد دیگر نمیتواند آینده را ببیند. دیگر نمیتواند بفهمد چه کسی به او خیانت میکند و چه کسی وفادار است. ترس عجیبی در دلش لانه کرد. آن شب سلطان در اتاقک کشتی روی تخت نرمش دراز کشیده بود، اما دریغ از یک لحظه خواب. بوی عود سوخته که همیشه آرامش می کرد حالا به نظرش خفه کننده می آمد. نیمه شب بلند شد و رفت لب پنجره کوچک اتاقک. ماه کامل در آسمان بود، همان ماهی که قرار بود با انگشتر به آن نگاه کند. نور نقره‌ای ماه روی آب می‌رقصید. سلطان مراد با خودش فکر کرد: یعنی ممکنه دیگه هیچ وقت اون انگشتر رو نبینم؟ یعنی تقدیر من همینجا وسط این همه آب غرق شد؟ اشک درون چشمهای سلطان حلقه زد. آن مردی که تا دیروز به همه فرمان میداد، حالا در برابر عظمت دریا خودش را از یک مورچه هم کوچکتر میدید. حس می‌کرد دریا دارد به او درس بزرگی می‌دهد، اما هنوز متوجه آن درس نشده بود. او فقط یک چیز می‌خواست: برگشتن انگشتر به هر قیمتی. سلطان مراد به قصر برگشت. اما چه برگشتی؟ قصر با شکوهی که دیوارهایش از مرمر سفید بود و باغهایش بوی نارنج و یاس میداد، برای سلطان مانند یک زندان تنگ و تاریک شده بود. خدم و حشم با نوک پا را می رفتند، چون می دانستند یک پلک زدن اشتباه کافی است تا خشم سلطان مانند آتش فشان فوران کند. سلطان مدام به انگشت بی انگشترش نگاه می کرد. رد کمرنگی از انگشتر روی پوستش مانده بود که هر لحظه مثل یک نیش چاقو به او یادآوری می کرد که شکوهت را گم کردی. صدای فواره های درون حیات که همیشه برایش آرام بخش بود، حالا گویی داشتند به او نیشخند می زدند. سلطان دستور داده بود تمام غواصان ماهر از بوشهر گرفته تا بندر
بیایند و دریا را وجب به وجب بگردند. اما مگر دریا به این راحتی رازهایش را پس می دهد؟ دریا مثل یک غول آبی خفته انگشتر را در عمیق ترین پستوهایش برده بود و رویش را با شن و ماسه پوشانده بود. سلطان در سالن بزرگ قصر قدم می‌زد. او به پیشگوها و ستاره شناس‌های دربار دستور داده بود تا طلوع آفتاب فردا به او بگویند که انگشتر کجاست، وگرنه همه‌شان را از نان خوردن می اندازد. استرس و ترس مثل یک بختک روی سینه همه نشسته بود. بوی خوش عود که کل قصر را پر کرده بود حالش را به هم می‌زد. حس می‌کرد این بوها دارند حقیقت تلخ را پنهان می‌کنند. حقیقت این بود که سلطان بدون آن تکه سنگ احساس پوچی می‌کرد. او یادش رفته بود که پادشاهی به عقل و عدل است، نه به نگین عقیق. اما کمی آن طرفتر، دور از زرق و برق قصر، جایی که ساحل با نخلستان‌های پیر و خسته هماغوش می‌شد، پیرمردی زندگی می‌کرد به نام ناخدا عباس. خانه عباس از خشت و گل بود و سقفش با شاخ و برگ نخل پوشانده شده بود. بوی شرجی و ماهی مانده همیشه درون فضای خانه اش می پیچید. عباس نه ادعایی داشت و نه انگشتری که آینده را نشان بدهد. او فقط یک قایق کوچک پارویی داشت که اسمش را گذاشته بود برکت. آن شب ناخدا عباس کنار فانوس کم نور خانه اش نشسته بود و داشت تور ماهیگیریش را وصله می‌زد. نوه کوچکش حامد کنارش نشسته بود و با چشم‌های کنجکاوش به دست‌های چروکیده و پر از پینه پدر بزرگ نگاه می‌کرد. صدای جیر جیرک‌ها از بین نخل‌ها می آمد و باد خنکی که از سمت دریا می وزید پرده حصیری در را تکان می داد. عباس با صدای خشداری گفت: بابا جان، دریا امروز خسیس شده بود. تورهام رو خالی برگردوند. اما غمت نباشه، خدا کریمه. فردا قبل از اینکه مرغ‌های دریایی بیدار بشن به دریا میرم. دریا یه لقمه نون توی دلش برای ما قایم کرده. فقط باید بریم و با مهربونی ازش بگیریم. حامد که شکمش از گرسنگی قدری قار و قور می کرد لبخندی زد و گفت:
بابا عباس، میگن سلطان انگشترش رو گم کرده. میگن هر کی پیداش کنه تا آخر عمرش دیگه نیاز نیست کار کنه. کاش توی تور ما بیفته. عباس خنده بلندی کرد که لرزه به تن نحیفش انداخت. گفت ای بابا، انگشتر سلطان مال سلطانه. روزی ما هم توی دهن ماهی هاست. ما رو چه به جواهرات دربار. ما همین که شب سرمون رو راحت بذاریم روی این متکا و وجدانمون بیدار نباشه، از 100 تا سلطان خوشبخت تریم. صبح روز بعد، وقتی که هنوز هوا گرگ و میش بود، ناخدا عباس قایقش رو به آب انداخت. بوی تند دریا و خنکای مه صبحگاهی صورتش رو نوازش میداد. آب دریا مثل آینه صاف بود، اما زیر این آرامش دنیایی از غوغا برپا بود. عباس شروع کرد به پارو زدن. صدای پاروها تنها صدایی بود که سکوت دریا را می شکست. بازوهای پیرش درد می کرد، اما امید مثل یک چراغ درون دلش روشن بود. او به جایی رفت که می گفتند ماهی های بزرگ آنجا زیادند. تورش را با یک ذکر یا علی به درون آب پرتاب کرد. دایره های منظمی روی سطح آب درست شد و تور سنگین شد و پایین رفت. عباس نشست و منتظر ماند. آفتاب آرام آرام از پشت افق سرک کشید و دریا را به یک باره طلایی کرد. این زیبایی جوری بود که هر چشمی را خیره می کرد. اما عباس فقط به فکر حامد و سفره خالیشان بود. بعد از ساعتها انتظار، عباس حس کرد تورش تکان سختی خورد. با تمام زوری که در بدن داشت، طناب زبر تور را کشید. طناب پوست دستش را می سوزاند، اما او را رها نمی کرد. تور کم کم از آب بیرون آمد. بین گره های تور یک ماهی بزرگ و نقره‌ای رنگ می درخشید. ماهی جوری دست و پا می زد که گویی می خواست رازی را فریاد بزند. عباس ماهی را گرفت و کف قایق انداخت. ماهی زیبایی بود. پولک‌هایش زیر نور آفتاب مثل سکه های نقره می درخشید. عباس با خوشحالی گفت خدایا شکرت. همین یکی برای امروز من و حامد بسه. نه طمع می کنم و نه بیشتر می خوام.
عباس به سمت ساحل برگشت. درون راه کشتی‌های بزرگ سلطان را می‌دید که هنوز داشتند دریا را می‌گشتند. غواص‌ها خسته و درمانده روی عرشه دراز کشیده بودند. عباس با خودش فکر کرد بیچاره ها دنبال چی می‌گردن که اینطور خودشون رو به آب و آتیش میزنن. وقتی به کلبه رسید حامد با شادی به استقبالش رفت. عباس ماهی را به خانه برد. چاقوی دست چوبیش را برداشت تا ماهی را تمیز کند. بوی پیاز داغ و سبزی معطری که حامد آماده کرده بود فضای کلبه را پر کرد. عباس شکم ماهی را شکافت، اما ناگهان چیزی زیر تیغه چاقو صدا داد. یک جسم سخت و فلزی. عباس با احتیاط دستش را داخل برد و یک تکه گلولای و جلبک بیرون کشید. وقتی آن را زیر شیر آب لرزان کوزه شست، ناگهان چشمانش از تعجب گرد شد. یک نگین عقیق جگری که دورش طلاکاری شده بود درون دستش می درخشید. نوری از نگین ساطع شد که دیوارهای گلی کلبه را برای یک لحظه روشن کرد. حامد جیغ کوتاهی کشید و گفت بابا عباس، این همون انگشتره؟ دستهای عباس شروع کرد به لرزیدن. او حالا چیزی در دست داشت که کل مملکت دنبالش بودند. اما درون دل این پیرمرد به جای طمع یک ترس بزرگ نشست. او می دانست که این انگشتر هم می تواند برکت باشد و هم می تواند بلای جان باشد. نور زرد و لرزان فانوس روی دیوارهای گلی کلبه می رقصید و سایه ناخدا عباس رو مانند یک غول بزرگ روی دیوار انداخته بود. عباس انگشتر رو کف دستش گذاشته بود و به انگشتر عقیق جگریش خیره شده بود. نگین انگار درون خودش یک آتش پنهان داشت. جوری می درخشید که انگار می خواست با پیرمرد حرف بزند. بوی تند ماهی تازه که حالا روی تخته چوبی نیمه تمیز شده بود با بوی نفت فانوس قاطی شده بود. حامد با چشمهایی که از تعجب مانند دوتا گردوی بزرگ شده بود لب حسیر نشسته بود و حتی جرأت نمی کرد نفس بکشد. سکوت کلبه را فقط صدای موجها که به ساحل می خوردن
و صدای سوختن فتیله فانوس می شکست. عباس بالاخره سکوت را شکست. با صدای لرزان گفت: حامد، بابا جان، این انگشتر نون ما نیست. این یه امانته که دریا به اشتباه گذاشته تو دامن ما. میبینی چطور برق میزنه؟ این برق طلاست، اما برای ما بوی دردسر میده. اگه کسی بفهمه این پیش ماست، میگن دزدیدمش. اگه بفهمن از شکم ماهی در آوردیم، میگن جادوگری کردیم. حامد با صدایی لرزان پرسید: خب بابا عباس، حالا میخوای چی کارش کنی؟ میگن سلطان خیلی غصه خورده. میگن اگه کسی پیداش کنه بهش کیسه های طلا میدن. یعنی ما پولدار میشیم؟ دیگه لازم نیست توی سرما بری دریا. عباس آه عمیقی کشید. بلند شد. استخوان‌های کمرش صدا داد. رفت به سمت کوزه آب. به صورتش آب زد تا حالش را جا بیاورد. زبری دست‌های پینه بسته اش را روی صورتش حس کرد و بعد گفت: پولدار شدن به چه قیمتی پسرم؟ اگه قراره این انگشتر خواب شب رو از ما بگیره، همون بهتر که توی شکم ماهی میموند. اما حالا که خدا اینطور خواسته، باید امانت رو به صاحبش برگردونیم. فردا همین که از آن صبح رو گفتن، شال و کلاه میکنیم و به سمت دارالحکومه میریم. اون شب نه عباس خوابید و نه حامد. پیرمرد انگشتر رو توی یه تیکه پارچه کهنه کتان پیچید و توی جیبش گذاشت و دستش رو مدام روی جیبش نگه داشت. حس می کرد جیبش داغ شده. انگار اون نگین داشت حرارت تمام قصه های سلطان رو به تن عباس منتقل می کرد. صبح زود، وقتی هنوز ستاره سحری توی آسمون می درخشید و هوا بوی خیسی و نم صبحگاهی می داد، عباس و حامد راه افتادند. جاده ساحلی خاکی بود و پاهای برهنه حامد توی خاک‌های نرم و خنک فرو می رفت. عباس با عصای چوبیش قدم بر می داشت. هرچی به شهر نزدیک تر می شدن، همه مردم بیشتر می شد. بوی اسپند و صدای پای اسب‌ها توی فضا پیچیده بود. وقتی به دروازه بزرگ قصر رسیدن، دل عباس مثل سیر و سرکه می جوشید. دیوارهای قصر
اونقدر بلند بودن که انگار میخواستن دست آسمون رو بگیرن. سربازهایی با زره‌های براق و نیزه‌های بلند جلوی در ایستاده بودند. بوی عطرهای گران قیمت از درون حیاط قصر به مشام می رسید. بویی که با دنیای عباس فرسنگ‌ها فاصله داشت. یکی از نگهبانها با دیدن قیافه ژولیده عباس و لباسهای پاره حامد راهشون رو سد کرد و گفت: هی پیرمرد، کجا سرت رو انداختی پایین داری میای داخل؟ اینجا جای گداگشنه ها نیست. برو لب ساحل تورتو وصل کن. عباس در حالی که سعی می کرد لرزش صداش رو کنترل کنه گفت: پسرم، من برای گدایی نیومدم. چیزی همراه منه که سلطان شما شبها به خاطرش خواب نداره. برو به رئیس نگهبانها بگو صیاد پیری اومده که خبر از انگشتر داره. سربازها اول خندیدن. صدای خندشون مثل پچ پچ کلاغ توی گوش عباس پیچید. اما چشمهای معصوم و لرزش دست عباس باعث شد یکیشون کوتاه بیاد و گفت: وایسا همینجا، تکون نخور. اگه دروغ گفته باشی زبونت رو میبرم. ساعتها گذشت. عباس و حامد زیر آفتاب داغ جنوب که حالا داشت مستقیم میتابید منتظر موندن. عرق از سر و روی عباس راه افتاده بود و لبهای حامد از تشنگی سفید شده بود. پیرمرد توی دلش مدام دعا می کرد: خدایا خودت کمک کن این بار امانت رو سالم زمین بذارم. بالاخره در بزرگ چوبی باز شد. ناظر مخصوص سلطان، مردی با شکم گنده و لباسهای زربافت بیرون اومد. نگاهی تحقیرآمیز به عباس انداخت. گفت: بیا داخل پیرمرد، اما حواست باشه سلطان حالش خوب نیست. اگه سر کارش گذاشته باشی طناب دار انتظارت رو میکشه. اونها رو از میون دالان‌های بلند و خنکی رد کردن که دیوارهاش با کاشی‌های 7 رنگ پوشیده شده بود. صدای آب فواره‌ها توی حیاط‌های تو در تو میپیچید. عباس با هر قدمی که روی سنگ فرش‌های مرمر می‌گذاشت حس می‌کرد داره وارد یه دنیای دیگه میشه. حامد از ترس آستین پدر بزرگش رو رها نمی‌کرد. در انتهای سالن روی یک تخت طلاکاری شده سلطان مراد نشسته بود. اما چه سلطانی! صورتش زرد شده بود.
چشمهایش گود رفته بود و انگار توی همین چند روز 10 سال پیرتر شده بود. سلطان حتی سرش رو بلند نکرد تا اونها رو ببینه. فقط با صدای ضعیفی گفت: کیه که ادعا میکنه نشان بخت من رو پیدا کرده؟ عباس جلو رفت. دستش رو توی جیبش برد. پارچه کهنه را درآورد و با انگشت‌های لرزانش گره پارچه را باز کرد. همین که گره باز شد، انگار نوری وسط سالن تاریک درخشید. نگین عقیق جگری زیر نور مشعل‌های دیواری جوری جلوه کرد که تمام درباری‌ها نفسشون رو حبس کردن. سلطان مراد انگار که بهش جون دوباره داده باشن از روی تخت بلند شد. چشمهاش برق میزد. سلطان با فریادی که هم شادی و هم گریه در آن بود گفت: خودشه، بیارش جلو پیرمرد، بیارش ببینم. عباس بلند شد و انگشتر رو جلو برد. سلطان با ولع انگشتر رو از دست زبر عباس گرفت و بوسید. اشک از چشمهای پادشاه سرازیر شد. تمام درباری‌ها شروع کردند به تکبیر گفتن و شادی کردن. اما عباس فقط ایستاده بود و به دستهای خودش نگاه می کرد. دستهایی که حالا از آن سنگینی عجیب راحت شده بودند. سلطان مراد بعد از اینکه چند لحظه با انگشتر خلوت کرد، نگاهش را به عباس دوخت. به عباس گفت: پیرمرد، تو نمیدونی چی کار کردی؟ تو بخت من رو به هم برگردوندی. بگو ببینم چطور پیداش کردی؟ توی کدوم ساحل؟ کدوم غواص برات آوردتش؟ عباس با همون لحن ساده و روستاییش تمام ماجرای صید ماهی و شکم ماهی رو تعریف کرد. هرچی که عباس بیشتر می گفت، تعجب سلطان و اطرافیان بیشتر می شد. سلطان که انگار تازه متوجه فقر و سادگی عباس شده بود، دستور داد و گفت: وزیر، سریع 10 کیسه اشرفی بیارید. برای این مرد و نوش بهترین لباس ها رو تهیه کنید. میخوام این پیرمرد رو بزرگ صیادان این سرزمین بکنم. عباس نگاهی به حامد انداخت که با تعجب به کیسه های طلا نگاه می کرد. اما درون دل پیرمرد یه حرف دیگری بود. او حس می کرد این طلاها با اینکه خیلی وسوسه انگیزند، اما ممکن است آرامش کلبهشان را به هم بزند. سلطان که سکوت عباس را دید پرسید: چیه پیرمرد؟ کمه؟ باز هم میخوای؟
عباس سرش رو بلند کرد و گفت: سلطان من برای طلا نیومدم. من اومدم که بگم دریا امانت داره. اما شما چطور؟ سالن یک باره در سکوتی مرگبار فرو رفت. هیچ کس تا به حال جرأت نکرده بود اینطور با سلطان حرف بزند. نبض حامد تند میزد و نفس همه درون سینه هاشون حبس شده بود. وزیر و نایب السلطنه با چشمهای گرد شده به هم نگاه می کردند. انگار زمان ایستاده بود. فقط صدای ریزش آب فواره از درون حیاط می آمد که مثل صدای تیک تاک یه ساعت قدیمی ثانیه ها را می شمرد. سلطان مراد در حالی که انگشتر عقیق رو بین انگشت‌های لرزونش جا به جا می کرد، سرش رو آروم بلند کرد. نگاهش گره خورد به نگاه خسته اما استوار ناخدا عباس. سلطان با صدایی که دیگه از خشم نمی لرزید بلکه یه جور تعجب عمیق توش بود پرسید: منظورت چیه پیرمرد؟ من چطور امانتداری هستم؟ من که تمام عمرم نگهبان این خاک و این مردم بودم. عباس در حالی که دست حامد رو محکمتر درون دستش فشار میداد نفس عمیقی کشید و گفت: سلطان به سلامت باشه. دریا این انگشتر رو از شما گرفت و به شکم یه ماهی سپرد. دریا طمع نداره. اون چیزی رو که مال خودش نیست برمیگردونه. شما چی؟ شما تمام این روزها خواب رو بر خودت و آرامش رو بر این قصر حروم کردی چون فکر می کردی بخت و اقبالت توی این یه تیکه سنگه. امانتی که خدا به شما سپرده این انگشتر نیست. این مردمی هستن که دارن توی بندر با دستهای خالی با موجها می جنگن. شما امانتدار دل اونهایید، نه امانتدار یه تیکه عقیق که اگه نباشه خیال کنی پادشاه نیستی. حامد که از حرفای پدر بزرگش هم ترسیده بود و هم به اون افتخار می کرد لرزش خفیفی رو توی دست عباس حس کرد. سلطان مراد انگار که بعد از یه خواب طولانی زمستونی بیدار شده باشه به انگشتر نگاه کرد. دیگه اون نگین جگری براش یه چیز جادویی نبود، فقط یه سنگ قشنگ بود. سلطان فهمید که توی این چند روز چقدر حقیر شده بود که تمام عظمت پادشاهیش رو به یه شیء فانی گره زده بود. سلطان از روی تخت طلا بلند شد. قدم به قدم از پله‌های مرمر پایین اومد تا
تا مقابل عباس رسید. سلطان دستش رو روی شونه عباس گذاشت. به عباس گفت: پیرمرد، تو امروز 2 چیز به من برگردوندی. یکی انگشتری که فکر می کردم بختمه و یکی عقلی که گم کرده بودم و نمی دونستم. راست میگی. پادشاهی که بختش رو توی انگشتر ببینه همون بهتر که دریا بختش رو ببره. سلطان رو کرد به وزیرش که هنوز رنگش مثل گچ سفید بود و گفت: وزیر، کیسه های طلا رو برگردوند به خزانه. ناخدا عباس طلا نمیخواد. اون دلش بزرگتر از این حرفاست. اما به جاش دستور بده تمام لنج‌های شکسته و فرسوده صیادهای اون ساحل رو با چوب ساج درجه 1 بازسازی کنن. یه موج شکن بزرگ لب ساحل بسازید تا وقتی که طوفان میشه زن و بچه صیادها با ترس و لرز منتظر شوهرهاشون نباشن. برای مدرسه بچه های بندر هم استاد بفرستید. اینه پاداش کسی که چشم سلطان رو به حقیقت باز کرد. اشک درون چشم‌های ناخدا عباس حلقه زد. اون به دنبال مال دنیا نبود، اما شنیدن اینکه قرار وضع رفیقهاش و هم ولایتیهاش خوب بشه براش از 100 تا کیسه اشرفی شیرین تر بود. حامد هم با شنیدن اسم مدرسه و نوسازی قایق‌ها خوشحال شد و لبخندی زد. سلطان مراد انگشتر رو به انگشتش برگردوند، اما این بار نه برای اینکه آینده رو ببینه، بلکه برای اینکه یادش بمونه چطور یه صیاد فقیر درس بزرگی بهش داد. اون شب برای اولین بار بعد از گم شدن انگشتر سلطان سرش رو روی بالش گذاشت و جوری عمیق خوابید که حتی صدای نگهبان‌های دم در رو هم نشنید. خوابش بوی دریا میداد و رنگ آرامش. عباس و حامد هم با همراهی فرستاده های مخصوص سلطان به سمت کلبشون برگشتن. وقتی رسیدن ماه کامل بالای نخلستان می درخشید. عباس روی لبه ایوان نشست. بوی نم خاک و صدای موجها بهترین موسیقی دنیا بود. حامد سرش رو روی شونه پدر بزرگش گذاشت و گفت: بابا عباس، واقعا دیگه لازم نیست با قایق سوراخ بریم دریا. عباس دستی به سر نوه کشید و موهاش رو نوازش کرد. گفت: آره بابا جان، دریا همیشه روزی رسونه، اما گاهی وقتها روزی رو نه توی تور ماهی گیری
بلکه توی قلب آدم ها میذاره. ما امروز یه ماهی گرفتیم که شکمش پر از برکت برای همه بود. روزها گذشت و اون بندر دور افتاده شد یکی از زیباترین بنادر جنوب. لنج‌های نو با بادبان‌های سفید روی آب می‌رقصیدن و صدای خنده بچه‌ها از توی مدرسه جدید می اومد. سلطان مراد هم هر سال یه بار با لباس ساده می اومد لب اون ساحل. می نشست کنار ناخدا عباس. یه استکان چای می خورد و با هم به افق دور دریا خیره می شدن. انگشتر عقیق هنوز توی انگشت سلطان بود، اما دیگه کسی ازش نمی پرسید که آینده چی میشه، چون حالا همه می دونستن که آینده توی نگین اون انگشتر نیست، بلکه باید آینده رو توی دستهای پینه بسته و دلهای پاک آدمهایی مثل عباس جستجو کرد. دریا هم همونطور که همیشه بوده، آروم و با وقار موجهای خودش رو به ساحل میزد و رازهای مگوی خودش رو توی گوش صدفها زمزمه می کرد. خورشید که غروب می کرد رنگ دریا می شد مثل همون عقیق جگری و آرامشی عجیب تمام بندر رو فرا می گرفت. آرامشی که ریشش نه توی جادو بود و نه توی ثروت، بلکه توی یک کلمه بود: رضایت. و اینطوری بود که قصه انگشتر گم شده به جای اینکه قصه یه باخت باشه، شد قصه برد بزرگ یه ملت. پیرمرد صیاد با قلبی سبک و وجدانی راحت هر شب زیر نور ستاره ها می خوابید و دعای خیر مردم مثل یه نسیم خنک همیشه دور و بر کلبش می پیچید. شبتون بخیر. تا قصه بعدی، خدا نگهدارتون.